تصور کنید در خانه خود همراه اهل خانواده در آرامش قرار دارید، اما نیمه شب صدای ترکش دهشتناک شما را از خواب بیدار میکند. در میان همگی چند لحظه حیات آرام شما و هزاران هموطن شما به هم میزند. کوچه ها، محله ها و شهرها به خرابزار تبدیل میشوند. هزاران نفر جان خود را از دست میدهند. این سوژه خیالی کدام اثر یا فیلم بدیعی نیست. این واقعیت است که اهل غزه با آن روبرو هستند و این واقعیت را پلستیا العقاد در کتاب چشمهای غزه تصویر می کند. کتابی که نه تنها خوانده بلکه احساس کرده می شود. در غزه حتی نفس کشیدن معنای مبارزه را دارد. پلستیا العقاد مثل هر جوان آرزوهای عادی داشت، اما ماه نوامبر سال 2023 وطن او مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. در کودکی همیشه میخواست کتاب نویسد، اما هیچ تصور نمیکرد که اولین کتابش در مورد نسل کشی خواهد بود. نسل کشی که خودش به واسطه شاهد آن شده است. من میخواستم تحصیل رو ادامه دهم، با دوستانم سفر کنم، فیلم تماشا کنم، قهوه نوشم. آرزوهایم البته خرد و بزرگ ولی حقیقی بودند. اما همه این آرزوها در یک شب به هم زد. من از صدای ترکش بیدار شدم. آن شب آرزوهایم دیگر به من تعلق نداشتند. در یک ساعت زندگی مقرری به مبارزه برای زنده ماندن تبدیل یافت. مؤلف در کتاب چشمهای غزه از زندگی هر روزه مردم نقل میکند، آنچه را که با چشمان خود دیده است. مثل قصه پسرچه 12 ساله که هر صبح ساعت 5:30 صدای روشن شدن محرک او را بیدار میکند. تنها با این وسیله آنها با برق تامین میشوند. پدرش 38 ساله است و تمام عمر خود را در محاصره سپری کرده است. آب را با مشکلی پیدا میکنند. هر قطره آب مثل گوهر است. یا جایی دیگر از پهپادهای جاسوسی اسرائیلی می نویسد که پیوسته در آسمان غزه نمودار می شوند. ساکنان همیشه زیر نظارتند. هر روز به نظر می رسید که ما از نو زندگی را کشف می کنیم. در غزه حتی نفس کشیدن معنای مبارزه را دارد. و یا از عذابهایی که هر بار با از دست دادن دوستان و نزدیکان تجربه می کند. هر بار خبر می رسید که کسی دیگر نیست، من حس می کردم که یک پاره وجودم را کندند. این احساس را هر یکی از ما می تواند تنها تصور کند، در حالی که ساکنان غزه آن را زندگی می کنند. اما حتی زیر آسمان پر از دود و پر از بوی بارود هم مردم زندگی را ادامه می دادند. ما می خندیدیم، ما شعر می خوندیم، ما به جهان می گفتیم ما زنده ایم. اینجا کتاب چشمهای غزه پیام بزرگ دارد. مردم نه تنها قربانی بلکه جویندگان زندگی هستند. پلستیا فراتر از یک روزنامه‌نگار است، یک شاهد، یک نقل کننده و جویای بی‌طرف حقیقت است که با یک دست دوربین ثبت و با دست دیگر قلم عمر خود را صرف آن می کند تا واقعیت‌های غزه فراموش نشوند. چشمان غزه ما را وادار می کند که رقم‌های آمار را به چهره انسانی تبدیل دهیم. هر کسی که در این کتاب آوازش را بلند می کند به ما می گوید من رقم نیستم، من انسان هستم، با آرزو، با عشق و با حق زندگی کردن. پلستیا العقاد در یک مصاحبه تلویزیونی می گوید وقتی به مکانهای خراب شده می رود، آنجا را همچون جایی که مورد بمباران قرار گرفته است نگاه نمی کند. پیشتر از همه تلاش می کند در آن جایها نشانه های زندگی را پیدا کند، مثل دفتر درسی یک کودک که ورقهایش هر صبح پهن و پریشان شدند، یا کاسه و پیاله که روی فرش طربخانه تخریب شده قرار دارند. این مکانها برای پلستیا آشنااند. تا جنگ و تا خرابی ها
او این جاها را می‌دانست و به این جاها می‌آمد. می‌گوید بار در کوچه‌های خراب شده عکس‌های پریشان را دید. تا حال این عکس‌ها را در خاطر دارم. آنها مرا مجبور کردند فکر کنم که اگر خانه من را بمباران کنند و مرا بکشند، در کوچه ها عکس های تصادفی من پریشان خواهند شد و روزنامه‌نگاری می آید و آنها را می بیند. پلستیا هدف اصلی نشر کتاب چشمان غزه را گذاشتن سهم در تاریخ می گوید. در جهان امروز که اطلاعات در مورد رویدادهای فلسطین سانسور می شوند، محدود و مسدود می شود، امید دارد که کتابش به عنوان سند برای نسل‌های آینده خدمت خواهد کرد و مردم حقیقت‌ها را می‌فهمند. امیدوار است که نسل‌های بعدی کتابش را می‌خوانند، اما در یک فلسطین آرام و آزاد. حالا سوال برای هر یکی ما که در آرامی زندگی داریم، چگونه می‌توانیم صدای آنهایی شویم که صدایشان بسته شده است؟ این نوار را به دوستان خوبتان بفرستید. فانوس را در تلگرام هم دنبال کنید. پیوند آن در توضیحات این نوار گذاشته شده است. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. تا دیدارهای دیگر، خداوند نگهبانتان. خیر.